بچه ها امروز یک شنبه بود و تموم شد، ولی ما اومدیم ببینیم ببک که میگن ببکه. همیشه صبح می اومدم گفتم امروز که خونه موندم و کارهای خونه انجام دادم و چمدون بستم و از این داستانا بیام ببینم شبشو چطور از دپرسیشن به ریلکسیشن تبدیل میکنن. بله، شبهای ببک یه چیز دیگه است. اونایی که میبینی دوست پسرای خوب پیدا کردن همش حاصل این ببکه. جدی میفرمایید؟ با این دوراش و این ریلکسیشنش باور کنید که این همه صبح اومدم این کیس های خوبو با این قد و قامت ندیده بودم، ولی در شب زیباتر میبینم. همچین که امشب یک شنبه آرومیه، مثل اینکه دیشب بچه ها خوب ترکوندن. یکی با موتور میاد، یکی بیار میاد، یکی با دوست دخترش میاد، یکی با رفیقش میاد. خلاصه همه یه چوسی یه قهوه دستشون میگیرن، در این ویو ابدی عکس میگیرن. و خیلی از دوستانم، البته بیشتر با دوست دخترشون، اینطوری میشینن ماهی میگیرن، چای میزنن، استرونه میخورن. ویو رره. اینجایی که الان میبینی تقریبا تو بیشتر سکانس های فیلم های ترکی هستش. یعنی الان ما داریم جای لاکچری قدر بزنیم. خوش به حالی که با آرزوت رسیدی. مادم براتون جای لاکچری فیلم بگیرم دیگه. من خودم لاکچری نیستم، حداقل میتونم از جای لاکچری براتون اینقدر فیلم بگیرم. حالا چرا به اینجا میگم ببک؟ الان بهتون میگم. خدای قلیون چایی در این ویو اصلا خوراک چیه؟ I don't know. و ماهیگیر اشاره میکنم ماهی میگیرن. اینجا یکی از شغلاییه که در روز یک شنبه با بچه هاشون مخصوصا با عشق ماهی میگیرن. کشی که در دور دستای من همیشه هست. و یه چیزی میخوام بهتون بگم، چرا اینجا ببکه؟ اینجا وسط ببک لاکچری ترین هم شما میتونین از دکه ها خرید کنید. بله، در لاکچری ترین حالت ممکن یک ترک همیشه ترکه. السلام. چایی همیشه، حتی با ویو فسفوری. اینجا میتونین از این دکار از اینا بگیریم، دورت بگیریم، پستانه بگیریم. What? شکر وارمی؟ شکر burada. 30 TL. شکر همون قند خودمونه. حالا من اگر این قنده رو انداختم، بله هم میزنیم و حساب میکنیم. 30 لیر پشمام ریخت. 30 لیر 60,000 تومان. بایو تشکر ازت. بله، ادامه میدیم با چای در بوسفوری. آخه کاش الان اون وسط ها بودم، میبودم خفتتون میکردم. ببین اینجا خدای مال منه. چه لحظه بود داداش، اینجا داری این ور اون ور نگاه میکنی بمالی. نکن چای نخوری. قرن 17 اسم ببک تغییر ندادن. چرا؟ از زمان عثمانی میگفتن یه بابایی به نام ببک چالاپی یه همچین اسمی. حالا اشتباه لفظش رو شما گردن نگین چه سوکی زنن. یارو برگشت پشمام آبروم رفت. خلاصه که ببک اینجا یعنی چی؟ یعنی بچه، نوزاد خوشگل. نوزاد خوشگل این اسمش از قرن 17 باقی مون تا از رومانتیکی، از دپرسیتی، از تنهایی، در هر حالت اینجا به دیگه چیز میکنه دیگه، تغییر میده. یعنی مود تو انقدر ساحل آرومی داره، مود تو خوب میکنه دیگه. حالا مثلا فکر کن قلیونی هم که باشی، همومه بساط تو همینطوری میتونی اینجا براه کنی و در ویو ابدی ریلکسیشن کنی. یه مشتم
با موتور میاد اینطوری رد میشه. سشی و جاده اون وره خر. بله تفریحات. بریم ببینین چه میکند دوست عزیز. ماهی بیا آبروداری کن. دارم فیلم میگیرم از بنده خدا. خدا وکیلی یک دانه ماهی بیا. اینجا تفریحات علاوه بر این که از اون حالت به حالت خوشحالی مودو عوض میکنه، خب این ماهیگیری خودش برای تقویت اعصابشون که اعصاب ندارن ای خدا ریلکس میکنه ازشون. یک دانه ماهی که باد همون یک دانه ماهی که اومده مثل شنبول بکس اومد. این ببک زیبا همچنان اسمش پابرجا مونده تا از ببک ها و از این ور ببک ها از اون ور ببک ها محافظت بشه. در صورت اینکه خیلی لوکیشن در این حال که از اسمش یعنی نوزاد قشنگ زیباست، لوکیشنش هم برای زندگی واقعا زیباست. جدی خیلی گیرونه خیلی و ریا نباشه از خونه در بیای اینجا فقط کشتی مشتی میبینی، یات میبینی. حالا کشتی های تفریحی هم که باشه خلاصه در خونه میای فرغون نمیبینی داداش. از در خونه در بیای اشک و گم نمیبینی، از در خونه در بیای کشتی میبینی. خلاصه که حالا نصفش کشتی مسافربری ها. من خستم کلاس بذارم شما به روی من نیار. دستم درد گرفت گفتم یه ذره گوشی رو بذارم اونجا براتون فیلم بگیرم. بعد یکی از چوسیای دیگه یعنی یه لیوان دستشون میگیرن توی ببی، خب فرقی نداره توش مثل الان چایی باشه یا قهوه، در این حالت موداشون اینطوری خب یکی دیگه اینطوری سیگار روشن میکنن تون دو تون شوم بکن سیگار میکشم. بعد مود بعدی اینه که تا پسر دیدم خیلی رفتم اون وقت. بذاریم بیارم تو اینجا تنهایی ولاگ گرفتن خیلی سخته داداش. خدا شاهد لایک کامنت سابسکرایب نکنین چونتون رو پاره میکنم. بله ماهی آی Dur bekle. Dur bir kere. لباس بچه به ماهیگیرا رو گفتم بیام از ماهیتون فیلم بگیرم. همون ماهی خودمونه. بعد از 500 تا ویدیو پاک کردن که بتونم اینو براتون بگیرم. آقایون گرفتن با از این حالا قرار بود که منم بگیرم ولی فکر کنم این بیلویلکشون به لباس بچه‌ای گیر کرد. بعد نشد که دیگه منم بهشون بگم. اومد رد بشه خورد به این چیز ماهیگیریشون. بعد انگار خراب شد و اینا انقدر قاطی کردن دیگه نشد براتون فیلم بگیرم. 500 تا ویدیو پاک کردم 500 تا که چی یه دو تا دونه براتون ویدیو بگیرم این ولاگ امروز به پایان برسه. خلاصه این که چیزی که تعجب کردم امشب اصلا خیلی کم سگ دیدم. معمولا سگاشون رو میارم برای پیاده روی. خلاصه شبای ببک اینطوریه. به نظر من یکی از بهترین شبگردی‌ها قدم زدن در این ساحله که هم مغزت آروم میشه. حالا بدویی صبحش خوبه، شبا هم بدویی خیلی الان هوا خوبه برای دویدن، ولی مثلا مثل روزایی که مود دویدن هم نداری برای قدم زدن خیلی خوبه. حالا چه تنها چه با دوستات چه با فلان. ساحل ببک بد آرومه ها بد. ولی یه چیزی که هست خواستم بهتون بگم که انقدر اینجا خوبه که فکر کنم یه ماه یک شنبه ها یا شب یک شنبه ها اینطوری بیام قدم بزنم تا سال بعدش فکر کنم بتونم یه شوهر پیدا کنم. انقدر براتون از یه بره استانبول یه بره دنیا یه بره ایران ولاگ میگیرم تا مجبور بشی به همین
سرفه پیغمبر قسم منو بگیری. I love you. حالا اگر یکی بیاد منو بگیره چی میشه؟ همه این مسیرها رو باید با من بیاد. مثلا الان اگر من الان دلم خواسته قدم بزنم بازم باید بیاد. اگر موتور داشتم بازم کشتی بازم باید هر جا. هر چی که فکر میکنم این مودیت آبانیم زیادی داره به من فشار میاره که مجبورتون کنم که سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت کنین، براتون بفرستین. این از ببک دیگه. امشب روز یک شنبه ما در ببک آروم. یادت نره دیگه. خداحافظ.